میشینید دوره هم میگید استاد علیرضا افریشم دیوانه است. درسته، حق با شماست. اما آیا میدانید که استاد علیرضا افریشم در چه خانواده‌ای بزرگ شده؟ بیا تا بهت بگم. وقتی که 4 سالم بود، به جای که حسن آقا منو ببره تئاتر نمایش عروسکی ببینم، ورداشته بود برادر خمارش آورده تو خونمون که ترک کنه. عموی منم بدنش درد میکرد، میگو من بچه 4 ساله در تعجب بودم، میگفتم این چرا اینجوری میکنه، این چه جانوریه. بعدش هم از این ور آقا طلبکار و صابخونه رم رم در خونه رو میکوبیدن برای پول. حسن آقا دمت گرم، خوب نمایشایی به ما نشون دادی، سپاس. ببین عزیز، من در خانواده سالمی بزرگ نشدم و به همین دلیلم هیچ کس تو فامیل منو آدم حساب نمیکرد. سر بدبخت شدن من شرط بسته بودن، اما 100,000 مرتبه شد کاسبان توی سرکان که تاج سر منن به من کار دادن، به من ارزش دادن، بهم گفتن آقا علیرضا. عزیز من، برادر من، خواهر من بیکار نبودم این همه هزینه کنم که بیام بشم مدرس پولسازی، فریاد بزنم کاسب دریای ادب و معرفته. بدانید که بچه هایی که مثل من در خانواده ناسالمی بزرگ میشن برای جامعه خطر آفرینن. من علیرضا افریشم میام با آموزشام به جوانایی که مثل خودم در خانواده ناسالمی بزرگ شدن میگم آقا زندگی زیباست، ناامید نباشید، که چه اتفاقی بیفته به خودشون آسیب نزنن. بعدش هم از این طرف کاسبان عزیز تاج سرن میان چه کار میکنن؟ با کسب و کاری که دارن میان به جوونا کار میدن که جوون برای داشتن پول دست به کار خلاف نزنه. نمیدونم کجای کار من اشتباهه.